سلام، شما خوبین؟ آیا میدانستید کشاورزان کشا میورزند؟ در خدمت شما هستیم در یاخچی‌آباد بمبئی با شرکت خانم مهگل اسخل، کارآفرین نمونه خط تولید بستنی فیقی و آبنبات با برند جهانی الودا. بازار باشه. مهگل در طول این یه روبی که کارآفرینی کرده موفق به اخذ فرست توالت طلایی از دستان منحوس زندای وزیر بهداشت هند شده. ما داشتیم از این همه تمیسی لذت می‌بردیم که خنده‌های شیطانی مهگل اسخل منو به شک انداخت که تصمیم گرفتم یه دورم تو کارگاهشون بزنم. خود گوزی و خود خندی، چه خانوم هنرمندی. بله، یالله یالله، بفرمایید. ما اینجا نماز میخونیم، ما بفرمایید. در این کارگاه همسر مهگل یعنی زوات آبنبات برند الودا رو در چند سلیقه به صورت مردانه، زنانه، پسرانه، دخترانه، بچگانه، رنگدار، تردار، سایزدار، مدل داره تولید میکنه. عضولات آبنبات ها با کمت ملاگه و استانبولی دست بیلدار عمودی جهت کاهش جمعیت و تنظیم خانواده یکی پس از دیگری خوش میشوند و به وسیله خاکانداز جذب سنده داخل لگن همون ریخته